سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم با یه ویدیو دیگه از بازی محبوب گاد آف وار که امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو ببریم. همین اول کاری بگم که چنل یوتیوب ما رو و این ویدیو رو لایک کنید و در صورت امکانتونم پیج اینستاگرام ما رو فالو داشته باشید که برای ما یه قوت قلبی هم باشد. و البته اینم بگم که اگه شما هم به گیم خاصی علاقه دارید تو کامنت رو برامون بنویسید که سری بعدی از اون گیمه براتون محتوا به اشتراک بذاریم. این گیم واقعا یکی از گیمایی بود که من دوستش داشتم و دارم، چون خیلی گرافیک بالایی داره، داستان خیلی خوبی داره و خیلی هم هیجان انگیز هست. هر دقیقه، هر تایمی که میری جلوتر به یه چیزی برمیکنی که با خودت میگی که بذار اینم برم جلو ببینم بعد این چه اتفاقی میفته. یعنی در این حد گیم خوبیه. برای کسایی که اینو بازی کردن الان میفهمم من چی میگم. کسایی هم که نکردن پیشنهاد من اینه که برای یک بارم که شده یه پلی بدم. شما الان اینجا ببینید خدا وکیلی گرافیک رو ببینید چقدر خفنه، واقعا پر از جزئیاته، پر از کیفیته. آدم نمیتونه چشم برداره از این بازی. خیلی فراتر از این هاست. حالا این بخشی از این گیم هست. همینجور که شما دارید نگاه میکنید من یه توضیحی درباره چنل یوتیوبمون و پیج اینستاگراممون به شما بدم. چنل یوتیوب ما چنل جدیدی هست، یعنی تازه تأسیس هست و چنل های این گونه هم نیاز مبرم به لایک و ساب و اینجور چیزا دارن و این کار از دستان پرمهر شما برمیاد. یه حمایت دلی از ما داشته باشید تا ما روز به روز به اون جایی که میخواییم برسیم و در کنار هم استریمو شروع کنیم، کنار هم گیم های مختلف رو پلی بدیم و عشق کنیم. ممنونم از شما، آدمتونم گرم. این دوشمون که اینجا الان داریم باشی الان میرم شدیم، یعنی اوایل پلی که داشتیم میدادیم بازی من با این یه فایتی دادم اونجا واقعا خیلی هرس در میاد بود ولی دیگه نداریم. حالا میگم چرا نداریم. یه فایتی دادیم باش کشتمش، یعنی حداقل فکر میکردم که کشتمش ولی خب اینجوری نیست. این حالا اومده جلوی منو گرفته و سورپرایز من نمورم. اینجاش هم خیلی باحاله. میبینید پسره کبوتر باشه کبوتر چی؟ آره خیلی خوب بود. اینجا هم که خدا یه مربع رو میگه بزن، رفتیم یقه به یقه شدیم. کیه کودابی از این وضعیت؟ کیه؟ لایک نکردی داداش، لایک نکردی، سابم نکردی، نمیدونم منتظر چی؟ یه از این بهتر، از این محتواتر یه لایک و ساب بکن. دمتم گرم، جای دوری هم نمیره. اینجا پردش میکنم میگم بیا برو دیگه حوصله‌ت ندارم. یکی از حس در بیارترین بخش این داداشمون اینه که از قبل خیلی پیشرفته تر شده. خیلی یکی از پیشرفتاش هم با همون جونشه به اصطلاح. خیلی کند جونش کم میشه، یعنی شما هر بلای زمینی و آسمانی که بلدی سرش بیاد ولی شاید تهش چند درصدی فقط از این جونش کم شده باشه. ولی اون طرف داستان اون با یه فوت هم امکان داره نصف جون شما رو ببره. اینشه که هرس در بیار و اینشه که فایت باهاش رو سخت کنه. البته که با بیان شیرینی های این بازی میشه بود،
شما آدم خیلی وسوسه میکنید یه بار دیگه پلی بدن، این بار دیگه زدمش، اینجوریه. این هم از این ویدیو، امیدوارم که لذت کافی رو از این ویدیو ببرید. یه لایک و ساب و همه این حمایت ها رو هم داشته باشید از ما. دمتونم گرم. تا یه ویدیوی دیگه که شما در کامنت ها می نویسید که چه چیزی باشد، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.